سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که تو پیجم شما رو دارم. امیدوارم که روزای خیلی خوبی رو با هم داشته باشیم. اینجا یکی از پارک‌های دالاس هستش که برای کریسمس تزیینای خیلی زیادی میکنن و مردم زیادی هم میان اینجا رو نگاه میکنن و ورودی پارک برای دیدن این تزیینات هم تقریبا فکر میکنم 2 نفر $50 میشد که پول کمی هم تقریبا نیست، نمیگم حالا خیلی زیاده ولی خب ارزشش رو داشت، چون خیلی تزیینای خفنی بود که تو سطح شهر نمیتونی همچین تزیینایی ببینی. بعد جالب اینجاست که مثلا با اینکه کریسمس بود هوا سر بود، ولی تو این فیلم میبینی که مثلا مردم تیشرت پوشیدن و اینا. کلا هوای دالاس به قول خود قدیمیای دالاس کریزیه، یعنی یه دفعه مثلا صبح میبینی هوا خیلی گرم و تابستونی، شب مثلا زمستونی یخبندون میشه. در این حالته مثلا اینجوری نگاه نکن تو این فیلم همه تیشرت پوشیدن، یه وقت مثلا همین فرداش ببینید که برف اومده، اینجوریه.